جلد اول از کتاب Illustrated Everyday Expressions درس چهارم پارت چهارم. By oneself یعنی تنهایی، مستقل، بدون کمک. By oneself. By oneself. بچه ها فقط دقت کنید این oneself توی جملات تبدیل میشه به myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves. He likes to play by himself. یعنی اون دوست داره تنهایی بازی کنه. He likes to play. اون دوست داره بازی کنه. By himself. تنهایی. The girl went to the movie by herself. یعنی اون دختر تنهایی به سینما رفت. The girl یعنی اون دختر went to the movie به سینما رفت by herself. تنهایی. After a few days of practice the children could swim by themselves. میگه بعد از چند روز تمرین بچه ها میتونستن تنهایی شنا کنن یا اینکه میتونستن بدون کمک شنا کنن. After بعد از a few days of practice چند روز تمرین the children بچه ها could swim میتونستن شنا کنن by themselves یعنی تنهایی بدون کمک. شخص A میگه I want to go to the library by myself. میخوام تنهایی به کتابخونه برم. I want to go to the library. میخوام به کتابخونه برم by myself. تنهایی. شخص B میگه why چرا. why چرا. شخص A میگه I have a lot of studying to do and don't want to be disturbed. یعنی کلی درس برای خوندن دارم و نمیخوام کسی مزاحمم بشه. I have من دارم a lot of یه عالمه studying to do یعنی مطالعه برای انجام دادن یا درس برای خوندن and و don't want نمیخوام که to be disturbed مزاحمم بشن. منظورش اینه که نمیخوام کسی مزاحمم بشه. بنابراین by oneself یعنی تنهایی، مستقل، بدون کمک. by oneself. by oneself. by the way یعنی راستی، در ضمن. by the way. by the way. by the way her father is a doctor یعنی در ضمن راستی پدرش یه دکتره. by the way در ضمن راستی her father is a doctor پدرش یه دکتره. by the way may I borrow some money یعنی راستی میتونم کمی پول قرض بگیرم. by the way راستی در ضمن may I borrow some money میتونم کمی پول قرض بگیرم. by the way when are you going to America راستی کی داری با آمریکا میری. by the way راستی در ضمن when are you going to کی داری میری به امریکا آمریکا. شخص A میگه I heard that you're moving to a new house یعنی شنیدم که داری به یه خونه جدید نقل و مکان میکنی. I heard that شنیدم که you're moving داری نقل و مکان میکنی to a new house به یه خونه جدید. شخص B میگه Yes by the way do you need a sofa and some chairs میگه بله راستی یه مبل و چند تا صندلی لازم داری. Yes بله by the way راستی در ضمن do you need لازم داری a sofa یه مبل and some chairs و چند تا صندلی. بنابراین by the way یعنی راستی در ضمن by the way. by the way. by way of یعنی از راه، از طریق. by way of. by way of you can get to Dundas by way of Line Street یعنی از طریق خیابان لاین میتونی به داندس برسی. you can get to Dundas یعنی تو میتونی به داندس برسی by way of یعنی از طریق از راه لاین استریت خیابان لاین. we sail to Europe by way of the Mediterranean Sea یعنی ما با کشتی از راه دریای مدیترانه به اروپا رفتیم. we sail to Europe یعنی ما به اروپا رفتیم یا بهتره بگیم ما با کشتی به اروپا رفتیم چون بچه اینجا از فعل سیل استفاده کرده یعنی با کشتی به اروپا رفتیم. by way of یعنی از طریق از راه the Mediterranean Sea دریای مدیترانه. they came to North America by way of a land bridge یعنی اونا از راه یه پل خاکی به آمریکای شمالی اومدن.
They came to North America یعنی اونا به آمریکای شمالی اومدن by way of از طریق از راه a land bridge یه پل خاکی. شخص A میگه Did the teacher say that I have to read that book یعنی معلم گفت که باید اون کتاب بخونم. Did the teacher say that آیا معلم گفت که I have to read that book باید اون کتاب بخونم. شخص B میگه No she said by way of suggestion that you should read it یعنی نه اون به صورت پیشنهاد گفت یعنی که اون از طریق پیشنهاد گفت که باید اونو بخونی. No نه she said اون گفت by way of یعنی به صورت از طریق از راه suggestion پیشنهاد that you should read it که باید اونو بخونی. یا بهتر اینجوری بگیم اون به صورت پیشنهاد گفت که بهتر اونو بخونی چون بچه‌ها شود توش الزام و اجبار نیست حالت نصیحت و پیشنهاد داره. اینجا وقتی میگه you should read it یعنی بهتر اونو بخونی. بنابراین by way of یعنی از راه از طریق by way of call off یعنی لغو کردن call off he had to call off the birthday party because he felt sick یعنی اون مجبور شد جشن تولد رو لغو کنه چون احساس مریضی میکرد. he had to اون مجبور شد call off لغو کنه the birthday party جشن تولد رو because چون که he felt sick احساس مریضی میکرد. the boss called off the meeting یعنی رئیس جلسه رو لغو کرد. the boss رئیس called off لغو کرد the meeting جلسه رو. it rained so they called off the baseball game یعنی باران بارید بنابراین اونا بازی بیسبال رو لغو کردن. it rained باران بارید so بنابراین they called off اونا لغو کردن the baseball game بازی بیسبال رو. شخص A میگه they had to call off the soccer game yesterday یعنی اونا دیروز مجبور شدن بازی فوتبال رو لغو کنن. they had to اونا مجبور شدن call off لغو کنن the soccer game بازی فوتبال رو yesterday دیروز. شخص B میگه how come یعنی چطور چرا how come چطور چرا. شخص A میگه one of the teams didn't have enough players یعنی یکی از تیم ها به اندازه کافی بازیکن نداشت. one of the teams یکی از تیم ها didn't have enough players به اندازه کافی بازیکن نداشت. بنابراین call off یعنی لغو کردن call on یعنی سر زدن call on he went to call on his friend اون رفت که سری به دوستش بزنه. he went to اون رفت که call on سر بزنه به his friend دوستش. she called on me but I wasn't home اون سری به من زد ولی من خونه نبودم. she called on me اون به من سر زد but ولی I wasn't home من خونه نبودم. do you have time to call on your grandmother یعنی وقت داری سری به مادر بزرگت بزنی. do you have time وقت داری آیا وقت داری to call on که سر بزنی به your grandmother مادر بزرگت. شخص A میگه where is Donald I thought he was going to play soccer with us tonight یعنی دانالد کجاست فکر میکردم امشب با ما فوتبال بازی میکنه یا اینکه فکر میکردم قصد داشت امشب با ما فوتبال بازی کنه. where is Donald یعنی دانالد کجاست. I thought یعنی فکر میکردم he was going to یعنی اون قصد داشت که یا اون میخواست که play soccer with us یعنی با ما فوتبال بازی کنه tonight امشب. شخص B میگه he was going to but some relatives called on him unexpectedly میخواست یا اینکه قصد داشت ولی چند تا از قوم خویشاش به طور غیر منتظره بهش سر زدن یا اومدن که ببیننش. he was going to یعنی اینکه میخواست but ولی some relatives یعنی چند تا از قوم خویشاش called on him یعنی بهش سر زدن یا اینکه اومدن که ببیننش unexpectedly به طور غیر منتظره. بنابراین call on یعنی سر زدن call on پایان درس. روزتون بخیر. خدا نگهدار.